درس یک در مورد ضمایر شخصی هستش. وقتی که اشخاص رو تو جمله اول اسمشون رو میاریم، تو جمله بعدی میتونیم از ضمایر استفاده کنیم، دیگه اسم رو تکرار نمی کنیم و هر جای ممکنه حتی تو جمله اول از ضمایر شخصی استفاده بشه. اینجا ضمیر شخصی تو حالت نومیناتیو یا فاعلی صرف شده. عکس به خودش یک نفری رو به خودش اشاره کرده، یعنی من، و ضمیرش میشه ایش. توی دوم شخص مفرد اومده به یک نفر دیگری اشاره کرده، میشه تو یا دو. وقتی که اون نفر رسمی باشه از زی با اس بزرگ استفاده میشه، باز هم معنی تو میده ولی خب شما گفته میشه. سوم شخص مفرد وقتی که یک نفری در دور دستتر هستش، یعنی نزدیک نیست و یک نفر هست مفرده، از ار و اس و زی استفاده میشه. وقتی که آقا بشه ار، وقتی که خنثی باشه اون کلمه اس، و وقتی که مؤنث باشه از زی استفاده میشه. وقتی که جمع باشه، اگه مثلا ما باشیم میشه ویا. اگر در واقع شما بخوایم بگیم شماها دو نفر به بیشتر، دو نفر به تعداد بالاتر، میگیم ایر. اگر اون اشخاص در واقع رسمی بودن از زی باعث بزرگ استفاده میشه و وقتی که دورترن از ما و دو نفر بیشترن از زی باعث همون کوچیک استفاده میشه. سوال اول ساده است. سوال دوم هم که گفته مفردها رو در واقع اینها میشه ایش و دو و ای و اس و زی، و جمع ها هم میشه ویا و ایا و زی. سوال 3. من یا ما خط بکشید زیر ضمیر شخصی درست. سوال 1. هلو ایش بین اما. هلو اما. اینجا بین فعله، در واقع داره مشخص میکنه که یک نفره و اون خود اون شخص. از ویا که ماه استفاده نمیکنه، از ایش استفاده میکنه. سوال 2. اون das ist Rob mein Freund، در میگه که این راب هستش دوست من. wir kommen aus Boston. های رو در واقع ما، یعنی داره میگه من و دوستم دیگه. خب ما از بوستون اومدیم و سلام میده به رو. سوال 3 اومده گفته که wir sind seit 2 Monaten in Wien. اون دو در میگه ما از زایت از 2 ماهه که در وین هستیم و تو. و جواب بده که ich bin seit einem Jahr hier. من از 1 ساله که در واقع اینجا. here در واقع یک کلمه انگلیسیه و here درسته، نه here. سوال 4. ارو اسو یا زی جای خالی رو پر کنیم. سوال 1. ist das Kind wieder gesund؟ بچه سرحال سالمه؟ nein es ist noch krank. نه اون مریضه، در حال یه مشکل ممکنه مثلا سرماخوردگی طور یا مثلا حالا هرچی. بعد این اس در واقع به das Kind داره اشاره میکنه. سوال 2. woher kommt der Chef؟ رئیس از کجا اومده، اهل کجاست در واقع. بعد بگیم که der Chef میشه آقای رئیسه، دی شفین نیست. kommt aus der Schweiz، او از سوئیس اومده، اهل سوئیس. سوال 3. die Deutschlehrerin finde ich gut. به نظرم خانم معلم خوبه. جواب داده نفر دیگر یا sie ist wirklich sehr nett. وقتی که یک خانومی رو داره خطاب قرار میده از زی استفاده میشه. formal or informal، رسمی یا غیر رسمی. زی or دو، میگه یا از زی استفاده کن یا دو. در میگه که اینا
در هر حالت مفردن، یا رسمی جمله یا خیلی غیر رسمی. Underline the correct form زیر حالت درست خط کشید. Guten Tag, sind Sie Frau Ludwig؟ ببینید sind یعنی هستید. فقط نکته دومی که مثلا قبل لودویش قبل یه فامیلی ورده یعنی داره احترام میذاره. پس زی نه دو. Guten Tag, nein, mein Name ist Becker. نه اسم من بکر. شماره 2 سوال 2 Entschuldigung, wer sind Sie؟ Ich heiße Klein. سارا کلاین. خب ببینید اینجا زیند آورده، داره در واقع تو بیست در واقع میشه تو هستی، بعد زیندزی یعنی شما هستین. خب زیند در واقع وقتی که فعل زاین رو صرف میکنید میشه ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sind sie در واقع زیند. خب حالا این زیند در واقع یه جورایی به این داره اشاره میکنه، ولی خب حالا این زیند رو باید شما درک کنید که حالت محترمانش در واقع این یک نفر رسمیه. بعد ich heiße Klein, سارا کلاین. سال 3 hallo und du bist و تو hallo ich bin Kim، من کیمم. سال 4 arbeitest du auch hier؟ تو هم اینجا کار میکنی؟ ja ich bin Praktikantin. بله من هم کارآموزم. سال 6 گفته جای خالی رو با اینها پر کنید. 4 تا دو یعنی تو، یه دونه یا یعنی شماها. خب hallo wer seid ihr denn؟ در واقع میگه که شما که هستین. hallo ich bin Paula und das ist Johan. سلام من پاولم و اینم یوان. und wer bist؟ در واقع دو. خب چون دیگه زی نداره و زیندم نیست. und wer bist du؟ و تو که هستی. سوال 2 ich heiße Nina und woher kommt ihr؟ شماها اهل کجایید، از کجا اومدید؟ جواب دادن aus Kuba und du و تو woher kommst du؟ تو از کجا اومدی؟ سوال 3 aus der Schweiz. اینجا میخواد بگه که du sprichst aber gut Deutsch Paula. اینم گفته دانک. اینجا داره میگه که تو خوب آلمانی صحبت میکنی پاولا. اونم تشکر کرد. سوال 7 مفرد یا جمع تیک بزنید. Wie heißt sie denn؟ ماریا. خب مفرد دیگه مشخصه. Und woher kommt sie؟ aus Chile. ببینید در واقع اینجا با این که زی داره میگه، ولی این زی خانومه. خب داره از همین ماریا میپرسه. کومت هم داره این نشونو میده که ایش کومه دو کومس اسی کومت. خب این سوم شخص صرف شده. این هم در واقع مفرده. شماره 3 sind Kathi und Paul auch im Kurs؟ کاتی و پاول هم کلاسن یا زیلرن دوش. اینم جمع. حالا این تیکه گفته 2 تا جمله در مورد بهترین دوستتون بنویسید. خود کتاب جواب داده مثلا ist nett، او مهربان است. arbeitet viel، او زیاد کار میکند.